نیست آنچنان بودن. They forget about class. I showman and stand-up comedy. I usually come in the morning after the time, take shower, take bath, brush teeth. Okay? صاحب روز نگاه کنید. نگاه کردم تعدادی از دوستان سر تایید تکون میدادن گفتم فقط یک ایرانی میتونه در آب استخر به چشم‌های ناجی غریق زل بزنه و کله رفیقش بکنه زیر آب. اونو خود یاد اصلا بیچاره میشه ناجی غریق. نمیدونه سود بزنه، اونو بره بزنه، اونو نجات بده. یعنی استخر میریم ما ایرانی ها تنها کاری که در آب استخر نمی‌کنیم آفتنی و شنال. خدا شکر. میشینیم این لبه استخر جوک میگیم واسه هم. غیبت میکنم. اصلا من شرم وضو دارم از نوع گفتن افتخار میکنم. اون وقت ناجی غریق بیچاره 2 دقیقه مونده که های تایم استخر سود میزنه بیان همه میریزن تو. درست؟ صحبت از رنگ موی خانم ها شد. خیلی سخته برای یک خانم بره یه آرایشگاه ماهاشو رنگ کنه برگرده توی جمع فامیل و دوستاش بهش بگن اصلا بهت نمیاد. این نمیدونی میریزه به هم و لج میکنه بره یه آرایشگاه خفن‌تر پول خفن‌تر به رنگ گرون دوباره میذاره و دردش اینجاست. وقتی برمیگرد میگن قبلیه بیشتر بگیره میخواد بگیره بخصه با همه بالاله بابا آگهی فوت زده بودن به دیوار تو تهران پیرمرد 107 سال از خدا عمری قرن خورده ای اصلا این میشه. بعد فوت شده بود زیرش نوشته بودن به دیدار حق شتاف عرق اسرائیل رو در آورده تا رفته.